سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. بریم سراغ جوکای امروز. کاش کارت آبربانکا رو جمع کنن، یه بر بزنن دوباره پخش کنن. دست من واقعا بد افتاد. رادیو جوک ایران رو ساب کنید تا همیشه خندان باشید. قزوینی یه مهمون سمج داشت، هر کاری میکرد نمیرفت. به مهمونه میگه همسایه کارم داره، میره برمیگرده میگه عجب آدمای پررویی پیدا میشه. یارو میگه بیا مهمون ما رو بکن، نمیگه ما خودمون مهمون داریم. رادیو جوک ایران. میدونی عشق یعنی چی؟ یعنی وقتی آقاتون عصبانی میشه بذاری هر چی دوست داره بگه و داد بزنه. وقتی آروم شد بری کنارش بشینی و دستاشو بگیری، تو چشاش با مهربونی زل بزنی و آروم با موهاش بازی کنی و نوازشش کنی و بگی عزیزم زنگ زدم الان از تیمارستان میرسن، چند دقیقه تأمل کن. والا دیگه چقدر تأمل، نخند، بزن رو ساب. ما سیکس پک خود را با لایه‌ای ضخیم از چربی پوشانیده ایم تا از نگاه ناپاک هوسبازان در امان بمانیم. آمین یا رب العالمین.